های گایز، حالتون چطوره؟ من اموسی ام و اومدیم با یه ویدیو مینی چت که خیلی بمبه. یعنی اصلا میخوایم بریم، بذارید بهتون بگم میخوایم چیکار کنیم. بچه امروز اومدیم مینی چت که بله درست حد زدین، اومدیم شماره بگیریم بچه ها. ولی خب من متأهلم، همه اینا شوخیه دوستان. اینا چیز انگوشتر نه الان انگوشتر رو دست نکردم، ولی خب من متأهلم بچه ها. اصلا قصدم مخزدم نیست، من این فرد کاملا سیگما و متحدم و امیدوارم که اگه این ویدیو رو میبینه دوام نکنه و ناراحت نشه. برای اینکه دوستان قبل اینکه بریم سراغ ویدیو، بریم چت با غریبه اینا، بذارید براتون یه داستانی تعریف کنم که به نظرم واقعا میتونه جالب باشه براتون، تو زندگیتون کمک کنه. حالا الان خندم میگیره ولی خب این داستان رو واقعا جدی بگیرید. داستان عشق دختری بوده که حالا الان میگم براتون، ببینید به کجا میرسه. ببینید گایز، یه روز یه خانومی بوده که سوار تاکسی میشه و همزمان با اینکه اون خانم سوار تاکسی میشه یه مردی هم میخواسته یه مقصدی رو بره و اینا به هم میخورن و این خانم از اون مرد خوشش میاد، علاقه پیدا میکنه و هرچی هم میرن جلوتر توی اون مسیر نمیتونه که به اون مرد بگه که دوستش داره و عاشقشه. این داستان ها دیگه. یکم میگذره بچه، اون مرد پیاده میشه میره و یکم که میگذره از رفتن اون مرد، راننده تاکسی به دختر میگه که تو اون مرد دوستش داشتی، نمیدونم آیا داستانی بوده بینتون؟ و اون خانم میگه آره و من دوستش داشتم، علاقه داشتم بهش. راننده تاکسی برمیگرده میگه من میدونم این مرد مسافر منه، همیشه هر شب آخر شبا میره قبرستون پیش یکی از اقوامشون و فاتحه میخونه و اگه میخوای بری ببینیش، بری ملاقاتش، من آدرس اون قبرستون رو بهت میدم، تو شب برو به دیدنش و دیگه بهش بگو که دوستش داری. خلاصه یکم میگذره و آخر شب میرسه و اون دختره با کلی تغییر چهره و کلی اینکه به خودش رسیده بود میره پیش اون پسر و اون پسر رو تو قبرستون پیداش میکنه که در حال فاتحه خوندن و این بوده که به اون حالا امواتشون برسه و اونو میبینه و میره پیشش، کلی بهش میگه دوستت دارم فلان بسار و اون شب کلی اون پسر با اون دختر عشق و حال میکنن و بعد از اینکه عشق و حالشون تمام میشه، کارشون رو انجام دادن، اون دختر ماسکشو در میاره و میگه من همون دختر زوری بودم که دوستت داشتم و اینا و اون پسرم ماسکشو در میاره میگه تو هم گول خوردی، من راننده تاکسی بودم. واقعا داستان جالبی میتونست باشه. ببخشید من رد کردم. سلام داداش. علیکم سلام، خوبی؟ قربونت. چه خبر؟ سلامتی حاجی، تو چه خبر؟ سلامتی. چه کار میکنی؟ نشستم به در نگاه میکنم حاجی. یه لحظه وایسا، ناموسن قیافه من خنده داره بچه ها. میاد پوزخند میزنه میره. آقا امشب داره اعصاب من خورد میشه. اصلا یه چیزی بذارید بهتون بگم، میگه که نمک در نمکدان شوری ندارد، بتمن با کسی شوخی ندارد. چه ربطی داره؟ سلام چطوری؟ من یه سوال دارم ازت. بگو. نظرت راجع به اون یوتیوبرایی که میان مینی چت مثلا مخ میزنن، است گانگ بودن بهشون دست میده، شماره میگیرن، بعد یه کلا یه چیزای میگن، یه شماره میگیرن، نظر راجع به اونا چیه؟ راستش نظر خاصی ندارم. اوکی باشون یعنی؟ زیاد نه ولی خب ببین قبلا خوشم نمیاد. به نظر من واقعا خیلی زشته اصلا بیایی تو مینی چت مخ بزنی بعد حس کنی که خیلی آدم گانگی هستی. به نظرم عقده است دیگه. خب کار اشتباهیه.
یه لحظه صبر کن، یه لحظه وایس دارم صدا میزنم، الان میام. آیدی تو بده، شما رو نمیدم. نه خب آره دیگه، خیلی آدم های اسکلی هم. خیلی گاوی. چی؟ میگم خیلی گاوی. خیلی حرفت زشت بود، ناراحت شدم. بعد اسمت چیه؟ رونا. آها رونا، اوکی. بازم اسم باحالیه. و قبول داری که تو هر اسم گوشه خودت چیه؟ و قبول داری که تو هر اسم گوشه خودت این زمین یه رونای خوب پیدا میشه؟ با اینکه نشینم تا حالا اسم تو. چی؟ میگم قبول داری که تو هر گوشه این زمین یه رونای خوب پیدا میشه؟ خب قبول داری؟ نه. قبول میداشتی هم زمین گرد گوشه نداره. خیلی چست نمک هم خودتی. اسم منم احسانه. میدونم ببین. خیلی دوستم داری، ببین. کراش داری. ولی من ریل دارم. سلام عزیزم. بچه ها ویدیو تعطیل این منو رد کرد دیگه، اعصاب بتمن واقعا به هم ریخت. خدا نگهدار. بسه کردم من هنوز اینجا. چی رو دارم؟ بچه 7 ساله نیده بود بهتون دارم درسی داره. سلام داداش. بابا کسکش نوشتم برگه‌ای در نرم خواهی. خودتی هر چی گفتی. بچه ها واقعا ملت رد دادن. من شاید باشه اینه میخوام با سرعت برم تو دیوار، برای اینکه میخوام درخت بخورم اصلا دارم دیوونه میشم آقا. ما سرعت دارم بهش میگم داداش میگم هرچی گفتی خودتی. ببین واقعا حس خیلی خوبیه یه یوتیوبر به یه یوتیوبر بخوره بعد. آره دیگه خود. ببین مثبت در مثبت میشه دقیقاً الان میخواستم بهت بگم تو یوتیوبری ولی من یوتیوبر نیستم، ولی همه به من میگن یوتیوبری. این بده آقا، اصلا شکست عشقی خوردم، نفسی، همه چی. گوه خوردی یوتیوبر نیستی. زمینی هوایی. ببخشید داشت من اصلا هیچی. نه بس راحت باش. چه خبر خوبی؟ سلامتی عزیزم، سلامتی. بچه کجایی؟ تهران. البته بزرگ کجایی یا؟ ببخشید جسارت کردم بچه باشش گفتم. کن. نه بابا بابا بچه تهرونی مدستش. بله ای بعد بچه های تهران. آره. آخ آجی چه میکنی با یوتیوب؟ به بشه یوتیوب. سابسکرایب و زنگوله رو فعال کنید. آره داداش بیا این بیلاخ هم بزن بی زحمت. اسمت چیه آجی؟ بستم حسین داشت. بابا عشق من داشت. قبول داری که هر گوشه این زمین یه حسین خوب پیدا میشه؟ فدایی بدید عشق. عشق من داشت، ولی زمین گرد گوشه نه. واقعا سلام آقا یکسر، حالت خوبه؟ سلامت باشی. من خیلی خوبم. اصلا من شما رو دیدم فهمیدم چقدر خوبی. 1,000,000 خرج فقط خیلی هم مورد میام فیلم مناسب نکنی. خب بریم رو ببری. چی؟ دیدم فیلم مناسب نکنی از اون. نه اوکی آقا. نه تو آخه یه چیزی گردنت هست از اون دمدفاع نباشی. نه این تیکر رو اصلا نمیذارم. شما تاج سری. بیچاره‌مو نکنی عکس. چرا مگه خانومت میبینه الان مثلا داری سیگار اینا میکشی؟ خدا از اون چیزای باشی ها فیلممون رو نگیری آبرومو ببری. نه اوکیه. واقعا شعور در وجود نداره. شعور نداری. به طور کلی شعور نداری. به نظر راجع به این یوتیوبرایی که
خیلی اسکلن میان مینی چت شماره میگیرن اسم میکنن خیلی گوندن و این داستانا چیه؟ چیز کس قبول. ببین به نظر منم یه سری اسکلن عقده اینو دارن که دختر بهشون شماره بده و این داستانا. کلا اصلا کار جالبی نیست. یه لحظه صبر کن دارن صدام میزنن وایسا معلومه. کاملا صحیح. و اینکه آره خیلی اسکلن دیگه. دوستتان خیلی دوستتون دارم. دیگه پایان ویدیو رسیده و الانم ساعت 5 صبح و من دارم اینجا سرویس میشم در واقع. مرسی که تا آخر ویدیو رو دیدین. امیدوارم که کلی خندیده باشین و عشق کرده باشین و لایک و ساب و بیلاخ و این چیز یعنی لایک یادتون نره، سابم که حتما بکنید. عشق منید، دوستتون دارم. بای.